ایره شاخ به نهاده میگن که نهادهاش برای زمین رفت. زنده باش پدر جان، زنده باش. ایره پدری کارو میکنن. همین درون پری پمیدور های فهمیدیم بچه ها. در برای پدر رفته است. پدر یک پدر خورشید، پدر مهتاب، پدر یک گوهر نایاب. بزرگا بهوده گفتگی نیستند. از جوانان به جهان نامی نکو میماند. فصل گل میگذرد، لذت بو میماند. این جهان کاسه دور است برای همه کس. همه چی میگذرد، دیده و رو میماند. این مصرع را من برای خود گفتم که برادر عزیز، این جهان در حقیقت کاسه دوره برای همه. پدرای ما دوره گذراندگان که ما ممکن در 10 حیات گذرانده نتونیم. دوره که او گذراندن چقدر مشکلی، چقدر دوره خدمتشون نقل میکنن، چقدر دوره مثلا برگادیر بدنشون نقل میکنن، چقدر اینا 16 سال اخیر ما میدونم که رئیس محله بدن. پدرم این همی دهقانی و رئیس محله با میریسن تو دا کاغذ رول، اگر هم کاغذش باشه و دستورینش نشانتون میتم که پدر من میریسن تو دا بالای 13 رئیس محله ده و پدر من رئیس بود. بالای 13 رئیس محله ده خود نشان میتم که میریسن تو دا نویسته. سخن در برای پدر رفته است. پدر یک پدر خورشید، پدر مهتاب، پدر یک گوهر نایاب. استادا بزرگا چقدر سخنا برای پدر گفتگان. مقصد با هر کس دوری خودش داره. این شعر نگاه میگه این جهان کاسه دور است به دوری همه کس. این گپ رو بی میگه کاسه دوره دوری همه ده. با دوری که ما گذراندیم یک خیلی ممکن ما ندیده همین خیلی بگذاریم بریم. این دنیا همین دوری که ما دیدیم، چیزایی که ما دیدیم، عذاب ما دیدیم، راحت ما دیدیم، بپله ما دیدیم، پلداره ما دیدیم، ممکن که یک خیلی عقلت نگیره. گپای ما رو میگن دوست مرادی خندونه که میگن دوست مرادی دانجوانه انیدود نخل که است میگن. نو در نظر خیلی انیدود میتو. قرآن که خداوند بزرگ هر یک کس در کوسه دورش برکت عطا کنه. هر یک کس خداوند بزرگ رزق روزی عطا کنه. این حضرت من به من خیلی نشون تومتون نگاه. این برادران این خیلی میبینه هیچ نیست. این پروسه ایست کردن نکره تمام ده. این خیلی این بو این تحت همین این اینا پدری کارو میکنن. همین درون پری پمیدور های فهمیدیم بچه ها. یکی میشینیم خیلی یکم شینست ها وطندار. این دو درمایی دو کنجگی میکنه. همین مقصد دو کنجگی اون همیشه ده خونه داری فقط اما جوری جونی که باشه خیلی هیچی نمیبینی. یکی در اصل همین درون پری پمیدور های خیلی اختار خیلی کردیم بچه ها. انا این برکت های برکت پدر برکت پدر یک ستونی خاندانه. همه وقت پدرای عزیز سربلند باشن. کسی که پدرش دوست می‌داره همه وقت بودا باشه. دوستای عزیز اینا پدر بزرگوار رو ببینید. اینا هم وقت شوفر بود تا حاضره همین سر رو رفت خط. زنده باش پدر جان، زنده باش. هم چقدر که قدیم میگن مهنت شرفه. در حقیقت مهنت شرفه. اینا برادرو زردالو رو ببینید که اینا روی زمین هم خیلی میخیزه. ایره شاخ به نهاده میگن که نهادهاش برای زمین رفت. نمیه برادر. اینا برکت دیده. اینا زردالوی قولینگی میگن. رنگ قولینگ میشه. خودش هم تمایده قاق میشه قولینگ میشه و دیگه اینا میگیری قولینگ زمستون در یک چوینگ میندازی. زمستون یک چوینگ میندازی و قولینگ رو زدن میگیری. ایره بیا دیدیم باشو های بیستیم بود. من دور برام شما دو نشان بتون. بسم الله الرحمن. دیدیم برادر. ایره زردالو میگن. زردالو دوستای عزیز زردالو این همش همی برکت مصفیده. برکت پدر ما. اینه دیری اگرات مونده. اینه بیه اینه برادر دیده. اینه حلوات برینه. فکر خدا میکنم پدرم 83 در اومد.
اینا من میریسند تا گفتم روزبک فیضعلی و دیگر برادر و بچه میریسند تا گفتم مرا اسهال میکنن. اینا من سه تا چی افتم انا که من دکزات میکردم همیشه که ببینین انا که ما گفتم که میریسند بوده میگم پدری مرا باور نکرده. انا که ما شما دا نشون میدم چیست ریال نی شریف بای مراد فامیلیاش برام بیدن زردالو با تمیایی اینجا مصفدی پدر هر روزه مهنت میکنم در اگرودا خیلی اگرود بیسورت شناسه جای همو وقتی مقام با جنگ میکنم همو جایی نه این اینجا داد این کدوی اوتای مرا بینید اینجا داد کدو میکنه اینجا کدو اینجا جگوری اینجا جای کارتشکا شای پاستیانی کارتشکا تیر ماه میکنه اوتا اینجا کارتشکا تیر ماه میکنه همه ایش قریب گپ که هر سحری میخزه 2 ساعت تا عرق ریختن در نمیداره اگرود کار میکنه برای اونقدر سلامتی صحت فایده سلامتی ده به نهایت فایده داره ده اگرود کار کردن مصفت دهات همجد مهنت میکنه من سلامتش هم اینه میشوبه اینه لوبیاره و تمر بینه لوبیای پدری من اینه خواه